سلام و شب بخیر. آقا بالاخره بعد چند روز خفقون گرفتن و پک زدن تو پستوی بیت، سید علی پیلی پیلی خورون به صحنه اومد و با یه میو میو بلایی سعی کرد سر و صدای جک و جونه برای باندشو بخوابونه. اولا یک تذکر مهم و لازمی رو بدم. هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون 6 دولت 5 به علاوه 1، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه‌های خودمون هستن، بچه‌های انقلابه. تو ولی فقیه یا پاندول ساعت؟ آخه این که نشد که یه بار میری یمین یه بار میری یسار، بعد هی مینالی که چرا بسیجیا گوگیجه گرفتن. بابا مگه بکوب نذاشته بودی پشت شربت مداری و باقی شیپورچیات که علمشنگ راه بندازن؟ حالا چی شد؟ یهو جام زهریا بچه های انقلاب شدن. مگه مرض داری تو؟ من مرض دارم، هی هی درد سر دارم، این مغز تر دارم. حالا وای 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 حالا وای 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 حالا وای 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 حالا وای 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 وای. بنده موشکا واسم مثل روز روشن بود که این علی شیره‌ای دمدمای مذاکره که بشه یهو مثل اجل معلق سر میرسه و از ترس چپ شدن میز مذاکره یه دستی به سر و ریش ظریفینا میکشه. اما بدبختی این ولی فقیه ته گرفته اینه که پاش رو همین حرف خودشم صفر نیست. این دستش به اون دستش میگه غلط کردی. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد، لکن حالا تجربه ایست. تجربه است؟ یعنی میخوای بگی الان اینقدر به اوضاع مسلطی که فرصت تجربه هم داری؟ آخه بدبخت مردنی، اینا رو دیگه به من نگو که من جیکوپی که تو آخوند حروم لقمه رو میدونم. حرف آخرتو بزن. همه حرف ما با مسئولین، چه مسئولین گذشته چه مسئولین امروز، همینه که باید برای گشایش مسائل کشور و مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی باز نگاه به درون باشه. ما در کشور ظرفیت‌های زیادی داریم. آخه تو اگه نای وایستادن روی پای خودتو داشتی مگه سر درد میکرد بری پای مذاکره تا بعد با یه تک زنگ پس بیفتی؟ اون بسیجی مخملنگی هم که جلوت نشسته با همه گیجیش سوالش میشه که آخه اگه قرار بود نگاه به درون داشته باشیم پس چرا به مراسم زهرخورون عظما دعوتمون کردن؟ جای این پرت و پله ها بگو تو بنبستم گیر کرده توی گل خرم و خلاص دیگه. میاد صدای ناله هات، تموم شدن رویاهات، میزنی رو پات میکشی مواد، ببین چه کردن باهات. امام جونم که میاد داره بابام در میاد، ایداد بیداد نهدی نجات. موشکار